خب سلام، وقتتون بخیر. من یاسمنم و امروز اومدم در مورد LSA ها صحبت بکنیم. خب اول اینجا شروع بکنم که فرض کنید OSPF ایرانه، کشور ما. OSPF یه پروتکله و اینجا یه دونه پروتکل دیگه داریم به اسم ریپ و مثلا یه کشور دیگه است، مثلا ترکیه. ما توی OSPF توی کشورمون شهرهای مختلفی داریم. این شهرها در شبکه بهشون میگن اریا. اریای صفر مثل پایتخت کشور میمونه، مثلا اریای صفر تهرانه و اریایی که بهش چسبیده مثلا کرجه. خب اول بذارین در مورد این صحبت بکنم که فرض کنید داخل LSA 1 هستیم. روتر R6 و روتر R7 با همدیگه ارتباط دارن. خب اینا همشهری حساب میشن دیگه، به یه زبون صحبت میکنن، زبانشون محلیه، در واقع خودمونی صحبت میکنن، مثل اعضای یه خانواده میمونن. خب اینا پس از LSA تایپ 1 استفاده میکنن برای صحبت کردن. پس چی شد؟ میگیم اینا همشهری حساب میشن و توی یه شهر زندگی میکنن، پس خودمونی صحبت میکنن، دوستانه صحبت میکنن، پس اینا از LSA تایپ 1 استفاده میکنن. پس خودشونو به چه صورت تبلیغ میکنن؟ چیا میگن؟ مثلا R6 به R7 روتر 6 در واقع میگه که من اینترفیسام مثلا این اینترفیسم آی پیش اینه، این اینترفیسم آی پیش اینه، مثلا میگه سابنتم اینه، همه چیزو در مورد خودشون تبلیغ میکنن. R7 هم همین کار میکنه. پس گفتیم اینا رو تحت LSA تایپ 1 انجام میدن. خب حالا بریم سراغ شهر تهران. ما توی تهران روترامون زیادن، میبینید دیگه مثل کرج ارتباط روترهای ما به صورت پوینت تو پوینت نیست، به صورت پوینت تو مالتی پوینت. یعنی یه روتر من حالا به وسیله سویچ یا مثلا به وسیله اینترفیس هایی که داره به چند تا روتر وصله. خب پس میشه پوینت تو مالتی پوینت. حالا یه مثال میخوام براش بزنم. فرض کنید که توی یه گروه واتساپ هستین با دوستاتون، هر کس میخواد خودشو معرفی کنه، هر کس میخواد مثلا در مورد یه موضوعی اظهار نظر بکنه. خب وقتی همه با هم پیام میدن، همه با هم حرف میزنن، اتفاقی که میفته اینه که همه ایجاد میشه و اعضای گروه حرفای همدیگر رو متوجه نمیشن. اما اگه گروه یه نماینده داشته باشه، همه فقط با نماینده صحبت کنن و نماینده اطلاعات رو مثلا به بقیه منتقل کنه، نظم بهتری توی گروه ایجاد میشه و دیگه در حقیقت شلوغ نمیشه، اطلاعات گم و گور نمیشه. ما توی ارتباط پوینت تو مالتی پوینت هم همین کار رو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی میای بر اساس یه معیاری هست به اسم پرایوریتی. بر اساس پرایوریتی به هر کدوم از این روترها یه پرایوریتی میدیم. مثلا میگیم روتر 3 پرایوریتیش 120، روتر 2 پرایوریتیش مثلا 80، روتر 1 70، روتر 4 هم مثلا 30 هستش. چون پرایوریتی روتر 3 از همه بیشتره، روتر 3 انگار میشه برای ما نماینده. پس چی میشه؟ میشه DR و اطلاعات مثلا روتر 1 خودش رو معرفی میکنه، تبلیغ میکنه به روتر 3، روتر 4 هم همین کار میکنه، روتر 2 هم همین کار میکنه. بعد روتر 3 این معرفی رو، این تبلیغات رو به بقیه ارسال میکنه. با این کارش همه ایجاد نشده، یه نظم خاصی هست و ترافیک کمتری توی شبکه ایجاد میشه، شبکه‌مون شلوغ نمیشه، چون دیار اطلاعات رو جمع آوری میکنه و برای بقیه منتشر میکنه. حالا این کاری که DR یا روتر شماره 3 من انجام میده از LSA تایپ 2، یعنی اینا تحت LSA تایپ 2 میان خودش، میگن روتر 3 تحت LSA تایپ 2 میاد این تبلیغات رو انجام میده. حالا بریم یه قدم دیگه در مورد LSA تایپ 3 صحبت بکنیم. LSA تایپ خب
ما یه روتری داریم که در پروتکل OSPF هست و مرز بین 2 تا اریاه، مرز بین 2 تا شهره، یعنی بین اریای 0 و بین اریای 1، بین تهران و بین کرج قرار داره. به این میگن روتر 5، به این میگن روتر ABR. اصطلاحاً ABR شناخته میشه، روتر مرزی ما هستش. کاری که انجام میده اینه که مثلا روتر 4 ما شبکه کرج رو نمیشناسه، اریای 1 رو نمیشناسه. روتر 6 و روتر 7 که تبلیغاتشون رو انجام میدن که خودشون رو معرفی میکنن، تبلیغ میکنن، روتر 5 میاد تحت LSA تایپ 3 این شبکه رو برای تهران میاد معرفی میکنه، میاد تبلیغ میکنه و اینجوری میشه که روتر شماره 4 شبکه کرج رو میشناسه و روتر 5 همین کار رو برای شبکه اریا 1 هم انجام میده، یعنی میاد کل این شبکه رو تحت LSA تایپ 3 در اریا 1 تبلیغ میکنه و دیگه روتر شماره 6 هم شبکه اریا 0 رو میشناسه. خب حالا میخوام در مورد LSA تایپ 4 و LSA تایپ 5 صحبت بکنم. LSA تایپ 4 و تایپ 5 چی هستش؟ خب LSA تایپ 4 خب ما یه روتری داریم. خب این روتر بین مثل سفیر میمونه، بین 2 تا کشور مختلفه، در واقع یعنی بین ایران و ترکیه قرار داره. به این روتر شماره 8 یعنی روتر ASBR گفته میشه. بعد اینکه خب مثلا ما میدونیم، یعنی داخل شبکه OSPF خودمون میدونیم که مثلا داخل کشورمون، یعنی در واقع ایران، میدونیم که سفیر ایران در کشور ترکیه روتر 8 مونه، یعنی روتر ASBR مونه. این میشه LSA تایپ 4. یعنی در واقع ما فقط، یعنی گوش کنید، دقت کنید، فقط میدونیم که سفیر ما در کشور ترکیه روتر 8. ما هیچی در مورد شبکه مثلا کشور ترکیه نمیدونیم، ما هیچی در مورد ریپ نمیدونیم، شبکه ریپ اینور نمیدونیم. پس این که فقط اطلاع داشته باشیم که روتر ASBR چه روتریه، کدوم روتره، میشه LSA تایپ 4. حالا یه چیزی هست، اینکه روتر ASBR میاد شبکه ریپ رو به ما معرفی میکنه، به اریا 1 معرفی میکنه، میگه که اینجا شبکهش به این صورت، تبلیغ میکنه اینا رو برای ما. این اتفاق تحت LSA تایپ 5 انجام میشه، یعنی و در واقع این کار برای ما روتر ASBR انجام میده. چی کار میکنه؟ میاد این شبکه رو به ما معرفی میکنه که میشه LSA تایپ 5. پس یه بار دیگه میگیم از اول تا آخر. خب LSA تایپ 1 چی بود؟ اینکه 2 تا روتر داخل یک اریا که ارتباط بینشون پوینت تو پوینت هستش میان خودشون رو به هم دیگه تبلیغ میکنن. LSA تایپ 2 شد چند تا روتر که ارتباطشون به صورت پوینت تو مالتی پوینت هستش، میان خودشون رو به روتر دیارمون تبلیغ میکنن و روتر دیار میاد همه این تحت LSA تایپ 2 تبلیغ رو به همه این روترها ارسال میکنه. حالا یه روتر مرزی داشتیم که بین 2 تا شهر در کشور خودمون بود، بین 2 تا اریا در پروتکل OSPF هست. خب این چی کار میکنه؟ این میاد این شبکه رو به شبکه دیگه تبلیغ میکنه و برعکس. پس به این روتر چی گفتیم؟ گفتیم ABR و تحت پروتکل تحت LSA تایپ 3 این کار رو انجام میده. حالا یه دونه عذرخواهی میکنم اینقدر دارم LSA با پروتکل اشتباه میگیرم. حالا اینجا ما یه دونه روتر داشتیم که
بهش گفتیم که سفیر ما در کشور ترکیه است. به این روتر میگیم ASPR، در واقع بین ایران و ترکیه قرار داره، بین پروتکل OSPF و پروتکل ریپ قرار داره. خب ما همین که خبر داشته باشیم سفیر ما چه کسی هست تحت LSA تایپ 4 انجام میشه. ولی اینکه ما این شبکه کشور دیگر رو بخوایم بشناسیم، این شبکه پروتکل دیگر رو بخوایم بشناسیم تحت LSA تایپ 5 انجام میشه. پس تبلیغات شبکه دیگه در شبکه OSPF تحت LSA تایپ 5 انجام میشه. خب این بود داستان LSA های تایپ 1 تا 5. امیدوارم تونسته باشم مطلب رو به شما رسونده باشم. خیلی متشکرم که همراه هم بودین. خدا نگهدار.